تا بسته رسیده، بریم با هم دیگه آنباکسشون کنیم. بریم سراغ اولی. چقدر ناز، اساس گوشتبارای میخیه. ببینید رنگین کمونیه. یه دونه گردنبند. چه خوشگله، نگینه صورتیه. تنینیه. 2 تا دستبند نگینیه. این کشیاست. یه دونه حلقه است. نمیدونم جنسش چیه ولی خیلی برق میزنه. شما هم ببینید. یه سری لوازمارش خوش قیمت گرفتم، با هم دیگه تست کنیم، اگر خوب بود بهتون معرفی کنم. یه پنکیک ایرانی ژرورا شویی باز میشه. کاورش هم خوب ماته. اینم رژ لبه. از این مایه هاست، انگار آلبالویه یکم. این مدل پرایمر گابرینی که پوستو نرم و اپیچنتور میکنه. اینم کرم پودر همیشگی که دیگه تستش نمیکنم، بمونه واسه استوریا. مدل تیوپی خوراک پوستای چربه. یه چیزی که خیلی دوستش داشتم، این مرطوب کننده هالاتون برند کوزارکس، معروف ترین محصول پوستی این مدت که من خودم بارها بهتون معرفی کردم. عالیه. هنوز تموم نشده، یکی دیگه‌شو گرفتم. هفته بیشترش ویدیوهای قبلیم هست. اگر دوست داشتین آنباکس قبل رو هم ببینید. فعلا